ما را که از زندان ابو غریب بر مسلمان ها روان کرده بود، شروع نامه خود با قل هو الله احد کرده بود. قل هو الله احد الله الصمد. باز میگه ای امتی که این کلمه با ما شریکین، چرا بیدار نمیشین؟ بسیار یک نکته خطرناک اشاره کرده بود. میگه ای امتی که در گفتن قل هو الله احد با ما شریک هستی، آیا این به اندازه یک پیوند نسبی برای تو ارزش نداره؟ کدامتون آماده هستین که خواهر و مادر ببینید نمی حالت سرش باشه و به خاطر از اون اقدام نکنید؟ کدام ما شما میتونیم اینو تحمل بکنید؟ زمانی که در قلب ما محبت الله با او اندازه باشه که ما الله را از خواسته خود کرده بالاتر دوست داشته باشیم. پس هرگاه یک شخصی حکم الله، رعایت یک حکم الله در قلبش او را ناراحت میسازه، معنای گپ چیست؟ معنای گپ است که در قلب ای بنده هنوز محبت الله تا او اندازه نشده که از خواسته خودی نفس. یعنی چی؟ یعنی این در محبت نفس هنوز الله را پایین تر از نفس خودش دوست داره و این یعنی اله گرفتن نفس. افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا شما ندیدین کسی را که هوای نفسش الهش است؟ یعنی چی؟ یعنی نمیتونه به خاطر نفس خود از یک حکم شرعی را ترک بکنه یا به یک حکم شرعی عمل بکنه. این در هر دو زمینه تطبیق میشه، هم در زمینه احکام، تطبیق احکام، و هم در زمینه ترک کردن احکام. در هر دو حالت تطبیق میشه. او چیزی را که الله تبارک و تعالی منع کرده، لازمه محبت با الله است که تو امر منع بکنی. گاهی وقتا دیده باشین که ترک یک حکم خیلی سر ما شما چی تمام میشه؟ بسیار سنگین تمام میشه. بعضی از مردم هست این حکم میگه بسیار سخت است. تو میگن نمیگن، خیلی واضح میگن. احکام شرعی را که برش بگی میگه سخت است. چرا تو میگه؟ علت در کجا است؟ چرا عملی کردن یک حکم که یا تطبیق یک عمل باشه یا ترک یک گناه باشه چرا سخت است؟ به خاطری که محبت الله و پیامبر در قلبش جا. اگر محبت الله در قلبش جا گرفته بود اصلا سخت نمیشه برش احکام، عملی کردن احکام بسیار ساده و راحت میشه. متوجه گفتم با مثال عینی شما اینو خوب متوجه میشین. هنگامی که برادر یا یکی از شما نسبت به یک نفر محبت داشت، او گپ برش میگه خلاف نظرش است، امی عمل خلاف نظر خود با خوشی انجام میده. چی چیزی باعث میشه این نفر کار خلاف نظر خود با خوشی انجام بده؟ محبت بیشتر اون نفر که در قلب از این وجود داره. پس شناخت چگونگی محبت الله و پیامبر از اساسی ترین مسئولیت های این امت است و من باورمندم به این که اگر ما امی قضیه را خوب حل کرده باشیم و پیش ما در قلب ما امی قضیه حل شده باشه و اگر ما تانسته باشیم محبت الله و پیامبر را در قلب های خود جا بدیم، بعد مخالفت کردن با ترک کردن چیزی که الله نهی کرده بسیار راحت برای ما میشه و عملی کردن اون چیزی که الله امر کرده خیلی برای ما شما راحت میشه. چرا؟ چون تو به دنبال رضایت محبوب هستی و محبوب است تو خواسته که امیره بکنی چون ایره خوش داره، امور عملی میکنی، و محبوب این کار بعدش میره و از تو خواسته که ایره ترک بکنی، امور بسیار با رضایت خاطر ترک کردن میتونی. به همین خاطر بسیاری از ما شما متاسفانه امی قضیه را با اینمی تفصیل نگرفتیم. امیال از هر کدام ما شما کسی میپرسه که الله رو دوست داری؟ میگه بله. کسی میتونه بگه نه دوست ندارم؟ اگه دوست داشت اگه بگه خب از ایمانش نقض میشه. پس هر کدام از ما شما که پرسیده شود که پیامبر دوست داری؟ طبعا میگیم بله دوست دارم. اما مفهومی را نمیفهمیم که واقعا من پیامبر دوست دارم یا ندارم. اگر من پیامبر دوست دارم، خب چطور پیامبر دوست دارم؟ آیا به خاطر تطبیق یک حکم و دستور الله و پیامبرش از خواسته خود گذشتیم؟ اگر گذشته باشم و در هنگام گذشتن از خواسته خود به خاطر جلب رضایت الله و پیامبر ناراحتی قلبی نداشته باشم،